شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله. برادران و خواهران، این یک امر معتدل است که انسان گاه وقت قوی شدن ایمان و گاه وقت ضعیف شوی آن را حس می‌کند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همانا هر یک عمل شوق و رغبت دارد و هر یک شوق و رغبت باشد سستی و ناتوانی. بله، بعضا وقت شخص میتواند ضعف و سستی را احساس کند، اما این معنای آن را ندارد که در شخص نقصان و یا کمبودی وجود دارد. حتی صالحان و عالمان و اولیان ضعف و سستی را احساس میکنند. بعضا وقت برای انسان دوره‌هایی میشود که عملهایش کم شده در برابر این ایمانش نیز ضعیف میگردد و پیامبر هنگامی که این حدیث را به ما گفتند میخواستند با این وسیله به ما بفهمانند که زمان پرواز و زمان ضعف و سستی وجود دارد. من و تو در بین دوره‌های فعالیت و ضعف و سستی زندگی میکنیم. ایمان زیاد میشود و کم میشود. زیاد میشود با انجام دادن عملهای نیک و کم میشود با ترک کردن آنها و با سبب گناه و معصیت. اولا آن چیزی که از ما طلب کرده میشود، ای برادران و خواهرانم، این زمانی که ایمان ما کم میشود ما نباید ناامید شویم، دستانمان را نفراریم و نباید که غمگین شویم. تنها ما باید در مد اول درک کنیم که این ضعیفی ایمان است و این را اعتراف کنیم. بعداً ما باید ایمان قوی که پیش از آن داشتیم باید برگردانیم. اما چی طور ما میتوانیم ایمان قوی امان را برگردانیم؟ آن را میتوان توسط اجرای عملهای خیر برگرداند. الله میگوید کسانی که در راه خوشنودی ما میکشند حتما بر راههای خویش هدایتشان میکنیم و بی تردید الله تعالی نیکوکاران را دوست میدارد. ضرور است که برای خود سعی و کوشش به خرج دهم، با داشتن روزه، با نماز تراویح، با قیام در نماز شب، با طلب و دعا از الله، با دعوت در راه الله، با خواندن اذکار صبح و شام. برای انجام این عملهای نیک باید سعی و کوشش کنم. این عملها، کوشش و صبر و شکیبایی در مقابل اینها و در این راه، همه اینها با خواست الله درجه ایمان را بلند میکنند، قبول حق و اعتقاد و یقین را افزون میکنند. این قلبها را باز میکشاید، برای شخص دوره فعالیت و شوق و رغبتش را باز میگرداند، دوره خاکساری و رجوع به سوی الله را. همین طور برادران عزیز، به فضل و کرم الله راه خلاصی هست. او برایمان این راه را داد. برای این پول دادن لازم نیست. برای این به داروخانه و یا نزد یگان دکتر رفتنتان شرط نیست. تو خودت به خودت طبیب هستی. توسط آنی که تو به انجام عملهای نیک روی میآوری. بله، انجام عملهای نیک مشکل تر است. تو میگویی که ایمان من برای این همه ضعیف است، ولی ما به تو میگوییم تشنگی آن تو را سوی چاه آب و یا به سوی دریا رفتن مجبور میکند. اینچنین با ایمان، زمانی که تشنگی ایمان را حس میکنی تو باید خود را مجبور سازی، بگذار چارپا باشد هم به سوی چاه بیایی، چاه عملهای صالح، با سعی و کوشش از بالای خود و با صبر و تحمل، چگونه ای که الله گفته است ای کسانی که ایمان آورده اید بر تکالیف دینی و رنجهای دنیوی شکیبایی ورزید و در برابر دشمنان پایدار باشید و پرهیزگاری پیشه کنید، باشد که رستگار شوید. از الله طلب آن را دارم که او ایمان ما را حفظ کند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر و به آل و اصحابش. ای کسانی که ایمان آورده